دادگاه نویه نیوه شهر سنت پتربورگ روسیه شام 14 فوریه سال 2023 قرار کرد که دو شهروند تاجیکستان که در اتوبوس به بلاگر کریل شوچروف حمله کردند برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش از قلمرو روسیه اخراج کرده شوند. پلیس پتربورگ در اطلاعش گفت معاین کرده شد که این دو نفر سالهای تولدشان 1997 و 1998 شهروندان کشور همسایه در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار داشتند. نسبت به آنها بر اساس ماده 18 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه پروتکل ترتیب داده شد. نسبت به آنها جزای مأموری در نمود بیرون کردن از قلمرو روسیه قبول کرده شد. در این زمان تفتیش این قضیه ادامه دارد. به ضد دو جوان تاجیک برای حمله به بلاگر روس بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی هم گشودند و به آنها همچون جزا جریمه و یا حکم زندان تهدید میکند. پرانکر از ولایت اسمالنسک کریل شوچروف که ملقب به شوچر به گفته خودش روز 12 فوریه سال 2023 در اتوبوس رقم 228 در شهر سنت پتربورگ مورد حمله قرار گرفت. شوچر میگوید حملگران به سر و رویش با مشت شپاتی زده همچنین از الکتروشوک استفاده بردند. او خبر داد که راهگذران حملگران را دستگیر کرده تا آمدن پلیس نگاه داشتند.